برگردی 15 کار میکنم زمینم ما سهم ما گوین میترسم رفتم با یا رومم جنگ سر شود ترسیده میگریزم که با اومده زنکوب نکنه بسیار زنکوب کرد 4-5 دیدی ترسیده اكو ترسیدی دیده چند روز است که با زمین نمیرم کی قرقزو وای نکنه ما وقتی که پور نمیزنه کار میکردیم جنگ گفته جنگو برویتون گفتن همه ما بروندیم ماشینه ها اومد سرس برستیم ما همونجا ارزگی ترس خوردیم همه ترس خورد تو نیکی خدا و شکر میکنیم ما یک وجب زمین همه هم تو نمیبینیم دیک کار مثلا من کار کشتیم ما حرکت میکنیم که یا وجب زمین همه خالی نمونن من اومده کار کشتیم برای فرزندمون آینده زمستون خورمی سال ناز کن وای ترسی وای همونی خدا و شکر دولت وای من مثلا گندم میبرم کارتوشک میبرم دیواری مکه میبرم خیر زندگی همش چیزی وای کو زمستون نخوره دیخونی با میفروشیم هم مثلا با بجاش فروخته با یه چیز میخریم خودمون دقت میشه یا کنید درگی بینید دقت میشه چه وقتی همه کا دوست بودیم ما یک یاورگی چون کشید همون اینو همش همه یادتش همون نظرم وایرون میکنن نوشد نو یعنی هیچ اینم آدمای نه آدمای مؤمن مسلمان بود نمید بالا میکنن چیزی ایدی موهوم باشد ایدی یا باشه نمید میکنن اینو اسم اینو همش وی موهوم بود مولپای موهوم بود اینو مولپای موهوم بود و چکه کنده بود آورده همین جاگو موندن همینجا موندن که مولامای پایده میگرد و با همینجاند نفت اما توی سیرا ما می اومد تمام روزی جنگ قرقیزا همون جنگ بوده اگر گویه تمام تربیت پسران که زنکا گریخته اومدن گویه من ترسیدم گفتم تم نه نگریزی تو میستیم چیزی که شویم دیگه خودمون هم سنگو چوبی تو میبرویم جنگ میکنه نه ترستون نمیگریزیم این گاو گسوله های چیکار میکنه تو گفت گینی آنچی نشینیم با باش زنکا ترسیدن گویه گریخته سونی ورخ موندوم دیم دیا اکو ترس گویه ناسح میریم یک جو تپ شدم میترسیم شتیم دیا کو خون ها دوزه این کلیندو و های ترس من میمونم نه نرویتون کو دیسمش سرویوشو باش کنوش وای باشه دگر بازن کوم نکنه گفت که نمی اون خدا میرم ترسم گفتم یک تا بچه‌م بیایتون دولتی اتومات گته بیتون جنگ بیکارش اون باش کنو خبر میکنم خودم برونده دروازه میشینم منم اندوزا منم میبرم سونی که چند تا یاشای مونو کشت یاشی که کومن بینه سه تا فرزند روی خونند مون من دختر بینه بیگونه دختر کشت این در محکم میکنید یک خمیره یا تراکتورک شده گیت چاق میزنید که یگون جو یا مثلا یا پجر چجر نشود یا ایلابولام نشود گفته میترسید یا میهرسید ترسنده خوفنده که یگون حادثه هایدی اینا آروم شود ماهون آروم شویم اگر بود تنجی ناز میشد حاضر من اما پسرچم دوشنبه نبود دوشنبه من میبرفتگی بودم این گفت که اینا میرم گفتش بود این خوف و پوف و فهمیده تو همینجا تنجی شود سنگی برام گفتش است مای جون میرم میگفت با کوگو سولی پرداخت در واروخ زیاده از 35,000 نفر زندگی میکنند. زمین آن تقریباً 85,000 گکتر است و از آن 30,000 گکترش را زمین‌های کشت فرا میگیرد. یکی از واژه‌های کهنی که مثلا موجودیت وی در برابر سراسم در برابر دیگر از واژه‌های کهنی آریایی در کتاب قدیمه نیاگان اوستا ثبت شده است این همین واژه واروخ است.
و دلیل دیگری که در خود همون منطقه است، مثلا شما سفر کردید، یکی از دلیل‌های تاریخی که منسوبیت ورخ را به حدودی مثلا هم قلمرو تاجیکان نشان داد، این کتیبه جنوبی ورخ است که سالها هم خود بارتول و برابری لیتوینسک و شاگرد او پیوزنر یک تحقیقات حفریات مردم شناسی و هم خط شناسی گذراندن و این دلیل های تاریخی که مثلا ببینید مثلا 500 سال تا 1000 سال قبل از موجودیت از وجود تاریخی و سکونت تاریخی تاجیکان در این منطقه صحبت میکنند. ورخ هیچگاه انکلاو نبود. همون گردانه ورخ که از جانب ورخ تا دهه خواجه علای قرقیزستان دو ساحل دریا این حدود تاجیکستان بود. سالهای 54 اگر خریطه سال 54 را حاضر به دست گیرید، اگر ورخ به حدود دیگری تاجیکستان پیوسته است، ولی در مدت همون 70 سال اخیر همون زمین ملک‌های تاجیکستان آهسته آهسته از دست رفتند. یکم کوچه که قدرزا هست که آب می راستی شنده زمین ها های که همان زمین هم همش از آنی تاجیکا بود. من مایده بودم همراهی اپم شوهرشان که همانجا زمین کشادگی بودن، درخت های رفته ما آباد کردیم، درخت شنوندیم، حاصل به درآمد. بعدی حاصل به درآمدنش چخل شد که قرقیزا و هوای غلطیده قرقیزا گذاشت، از ما کشیده گرفتم. اینجا محله تاجیکان مرزی ترین موضع جماعت ورخ است. حالا من در کوچه قرار دارم که از پهلوی راستی من قرغیز تبارها و از پهلوی چپی من تاجیک تبارها زندگی میکنند. در این منطقه منزل های ساکنان دو کشور نه فقط پهلو به پهلو بلکه اندر یکدیگر و حتی در داخل محله همدیگر پیچ در پیچ جایگیر شده است. به گفته باشندگان مرز دو کشور تا حد در اینجا معین نشده است و در بسیار حالت این باعث به پسهای دو جانب برای استفاده آب و راه و زمین های کشت می گردد. و اینجا اینجا هم تو برادر اینجا سالداتای خودمون نیست. خیلی چنگ میزنه یک چنگ میزنه کن سرانه آخر این بچه کاج ویر میهراسد. اکن و حاضر بینشین چند تا این طرف مرد چند تا اون طرف مرد سرانه خوفنده یک در گردگار این اگجا آب نه اگجا میکشه. گذشتگی اشخاص گذشتگی اروجی پروجی نمیداده است. همین با اکن یکی اروجی تیادم ماهونم آخر من هم همون مسکوان خدمت کردی بودم. من نغز автомата وایکرا میتونم، من خودم سرجان بودم. آدم نه هوا و انزیدم ترسیده نمی بیاد مبادا یک وای شود. من هیچ وقت اینا و تیرکشایی و بدلم نمیشد. راه از ورخ تا اسفره 45 کیلومتر است و از چند موضع قرغیزنشین می‌گذرد.
حاجی سلطان شرافوف هر روز حداقل 4 مرتبه با این راه تقریبا 1 ساعته روان میکند. چه تحولاتی که در 50 سال کارش در این راه رخ داد وی لحظه به لحظه و قدم به قدم میداند. همکاران و مسافران او را پیر راهی واروخ میگویند. من همه راهان از سال 69 میگردم دیدم. خیلی اولی وایند کار میکردم من کمیته نظارت خلقی بود. همانند از سال 69 تا 85 کار کردم من. سال 2005 خیلی بسیاری تشکیلات از کار مانده هم. شرایط کار وضع می شد. سونی من همه باید مشروط بگذاشتم ده مشروط اسفر رو واردختم. همه 2005 است که مشروط هم کار میکنم. میریم همه راه پیش خود راهی کونه میگون طرفی چپی دریا بود. همه راست رفته در این ورخو میبرومد. همونجا یک 4-5 تا اولی قرقیزا زندگی میکرده. تانگی میفتن همونجا زندگی میکرد. که واقعا همون وقت شنده همین رایبه همه چوپان بود دیگه دیکن. فهمیدی؟ رای اساسی ورخ همون این طرفی رفته کوپرون میشد و این طرف گذشته میبرد. توزده مهنت آبود میگون همه اخصای میگون دیگه همین آبود کردن بعد سالهای 72 همون بعد زمینه آبود کردن همونجا وای کردن راه همه وای به گرفتن بید دستی راست با همون زمینه آبادکاری درونش به گرفتنده هم سونی و رای چپ وای طرفی درونگی راه پرتاوی شده شکل نمیگذشتگی شد. این طرف اسفالت کردن خیلی راه نقض بود همه این طرف که میگردن وای طرف که شکل نمیگردن همین که وای راست می کوپروکش وایران شد و همین که وای شده برن دیده اون وقت مونیاگی نبود چون که اون وقت قرقیز نبود اینجا با یکون کس مونیاگی نمیکرد اینجا قرقیزان نبودن سال 74 ایکو بعد همون زمینای آباد کردن مهنت آبادن قرقیزان دعوا کردن همینجا زمینی موفتم و زمین سال یکو موبایلی وینده همسایگی خیلی جنگجول یک آنچه وای شد جنگجولی کلان شد سویم اون وقت یکون وقت کمیندانسکی چرس شده می دوری سیوزنده می طرف سونی همون زمین روی همه حوزه رو اخصوی قرقیزا های که همه قرقیزا دودنده هم این راه همون وقت توجکو همشه ساختگی همون درنی ویا مهنت رو گذشته میبرد که همش راهی توجکو اینجا راهی قرقیز نبود اون من راهی قرقیزش نبود اینجا چون که همه توجکستان بود این واروخ انکلاو نبود پیش سونی انکلاو شد اساسی اکو این رای همه غربتش بعدی سیوز ویران شد که بعدی همون پیدا شد دوره سیوزنده خیلی غربه نبود رای واقعا محکمه نمیکرد کارش هم نبود راه با ولی اینم اینجا دیده در این جنده یک 5-6 تا خوجگی قرقیز زندگی میکنه این جنده 4 اطراف زمینی توجکو همینجا چه اومده همه خیلی شده موندگی یک معموده ما بارانده خونی توجکو های بروشن و باید تفش خوجه الله این پانیش هم عدای رو اسم همه زمینی توجکو از اون تیفو
همه حوض گذاشته اومده و هم زمین توجیکو همه موباین همه دیده همه یک 200 متر. دهه مهنت‌آباد و پل موضع تنگی کهنه رمز انکلاف نبودن واروخ که از حساب سابق کلخوز پراودا ساخته شده بود حالا تحت نظارت قرغیز هاست. تقریباً 10 کیلومتر راهی که از دهه خواجه اعلی تا واروخ پیوند می شود دهه قرغیزتباران آقسای نوشته شده است. واروخ امروز عملاً در جزیره مانده پیوند روی راست زمینی با بقیه تاجیکستان را ندارد. راننده ها بارها از بسته شدن راه اذیت کشیده و جان و مالشان زیر خطر مانده است. تا من گذشته باور که دلم بازی میکند بعضی وقت. گپ راستش دیگه 20 آدم مشننده دیگه کودک‌ها زن‌ها خدا نفرمان مثال یک من گازیلی من زده لخکرگاه شوننده یک همسایم گفت دخترشون شاور دادن و همون همسینفوش من گیت اومدم خیلی اینجا توی هم وارو خنده شد توی که ساعتی 10 من دلم غش خورده ما 15 تا دخترک آوردگی همین پیشن یک تا پسره همسینفوی هم و همسایه همو من بودم خیزه تو میبریم بودم همین گرفته آزر استودیم که ورق نوشتگی همین هم تو یک گذاریم همون کوچه دستی راستش یک 7-8 برآمد بید دستوشان کالته کنم خیلی خیلی من استودیم موشه تیستر هفته و قسمی حربیش نزدیکش برفتم روام همه پیش اومده یک همین من باید بچه هوده 15 تا 20 تگوی همین موشنه سنگ برون کرد لبه رو لخ شد خیلی داشتم اینجا یک آرماتوری 2 متره بود اینشه من طرف کاری بودم ده من همونه گیته فردوندم و همش یک 10-15 متر عقب رفته کن سویم کلم بزد که درنی موشنه 15 تا دخترک شده دخترکایی که 16-17 ساله ده همین موشنه 6 تا همین استوی دل خومش کردم همین طوری چستش برایم گوید هر سنگ همین دیگ بوین سنگ موندگی ده همین نستوده های گفتم تقره گلده که گذشته برفتیم همین تا اکتبر تا خوجه علاوه رفتن همین دلم پتر است که بوزی کس است این بارنده نباشه گفتم دخترها همه زرداره دودوهای همین گنده ترسید همش بگیم نیسوی خوجه علاوه رفته گذشته برفتیم تمام بحث ها و امروز هم که بحث هایی که مثلا دارن این بحث ها پیوند بگیرند با خطاگی سیاسی که در مرزبندی سال 2024 شد که برطول همون زمان مثلا اعتراف کرد و میگوید که در زمان مرزبندی سال 1924 متاسفانه مقام و موقع مردمان ساکنی بومی منطقه تاجیکان به اعتبار گرفته نشد اما از روی همون دلیل‌های مثلا تا سال‌های 60 تا سال‌های مثلا حتی 70 که خریدهای سیاسی که موجود هستند در اونها جای مثلا همین اگر جای بحثی که مثلا امروز با اصطلاح اقصا میگن قرغیزها اینجا مثلا در همه سرچشمه میگن مثلا چندین در شبکه‌های اجتماعی در مثلا اسنادی که امروز در بایگانی حزب کمونیست محفوظ است معلوم است که مثلا این مثلا منطقه ساخته اقصای به نزدیکی پیدا شد یعنی اگرچه سرچشمه اساسی با وجود آمدن همین یعنی به طور مصنوعی مثلا جزیره قلمرو کردن بگرو این جزیره قلمرو عموما نیست اینا مثلا این اصطلاح خودی مثلا قرغیزها گفتن برآوردن چون به خاطر که یعنی هم با همین راه وقتی اومدن از حسن فرهنگ عالی مثلا همسایه‌داری مردم ما استفاده بردن چون مردم ما در هزار سالها همیشه با حسن فرهنگ عالی چون در جوهر اندیشه تاجیکان این تحمل پذیری که از مثلا پیشوای
مذهبی ما امام ابو حنیفه باقی مانده است. مردم ما در همه مورد تاریخ یعنی حسن فرهنگ و تحمل پذیری رو روی کردند. کلانترین بازار واروخ روز چهارشنبه برپا می شود. به اینجا اساساً تاجران از اسفره و دیگر منطقه‌های تاجیکستان می آیند. تلابتخان قربان و 10 سال باز به واروخ سبزوات و میوگی ها می آورد. به سبب سردی اقلیم در اینجا درختان و کشت ها دیرتر حاصل ده می شوند. از سبب تکنیکی هم ممکن مشکلی می‌گردد. من از وقتا فریم اینجا جنگ شده است. یک دو هفته اخیر باز سال عذاب می‌ترسیم. نه کسی چی نه یگان تا ما با مشکلی نگردید. از روز گذشته آمده استیم به سبب این تاجیکستان و قرقیز بین جنگ شده است. سال لکن تین ترسید استیم. خیلی همه وقت تاجران میگویند به این بازار تا چند سال پیش قرقیزهای دهه‌های اطراف نیز مال و کالا می آوردند و در عوض خوراکواری می خریدند. خرید کرده روزگارش به چی در کار میشه برای اردای روغن خریده میرفتن. بازار ویا همین چه بود. بازار ویا همین سمرقندک، سور، چورکو، بازار قستکوز، آبوچی قدرچه، بازار کنو اصلا رایون لیلک دو رایون و بازارشون همین تاجیکستان بود. بازار ویا بازار تاجیکستان بود. اسمی خیلی بود بیا بکرده سوز بودن. چی میدونم خود چورده اونجا وای شد کوخی بعد هوای خودش ناومد. اینو خودمون رفت مان کرد اینو هم ناومد. سولی خرید به ناومد یا شد. یک تنوتی هم سفیدش میومد. میرفتم لوشش وحشه نمیومد. چون کن رایتیا اینجا جامجو شده دی. منیو بیتاسی میگه. گرمش یادی من درد تمام بچگی و خنده و فریادی من درد تمام. دهه واروخ یک پاره هست و در همون کوچکترین دهه
حدود 40,000 اهالی دارد. البته مسئله دموگرافی امروز یکی از مسئله های داغ و روز به خاطر منطقه کمزمین بودن این دهه است. لیکن یک چیز فراموش باید نکنیم، این روندی چی بگیم، روندی امروزه چی بگیم تاریخی، روند مهاجرت کم اندر کم خلق کننده های فرزندهای تاجیک از حساب مردم واروخ برمیگردند به واروخ. اونا مقیم روسیه هستند، منطقه‌های مختلفی روسیه هستند، در اروپا هستند، در امریکا هستند. این به پیشروی در مجموع و پیشروی جوانهای امروزه مساعدت میکنند. یعنی سختی به سختی توباور هستند، به عذاب و عقوبت توباور هستند. راه یگانه نجات را آنها در معرفت، در علم، در دانش آموزی میبینند. این در نهایت کار این بختی ما تاجیکا هستند. اصلا تاجیکستان این پرابلم دارد. اصلا تاجیکستان سرزمین کمزمین است. نسبتی مثال درجه همین اگر بگیریم چرگزی و کولکند و یا نفت‌آباد بگیریم واروخنده زمین کم یا اگر من ما با چند بار اومدن گفتن که مرحمت دنغر رو بیتون، مرحمت اسپیسوری خوجان رو بیتون، عش رو بیتون گفتن. نسبتاً اونجا به زمین بهتر مثلا منیم کنی بودم به ما مثلا اگر سهمدارا اگر ما 15-20 دقیقه اگر سهممون باشد کنی بودم تا 1 هکتار تا 2 هکتار یا اشم همین خیلی ما اینجا البته زمین ما بای اگر حالی با تکرار شود اما بالا خوب سرای همون دریا و چراگاه هم در همونجا هم زمین هست. لیکن یارزگی همین تاثیر قرغزا هست. آدم ها موجب برآمده مرگ میهراسد. همونجا هم صاحب زمین کرده وسیع کردن شرایطش هست. لیکن همین مسئله به یارزگی روسی خلق هست که اگر دیسر حل شود باید با موجب زمین مایه بکنیم. واروخ با چراگاه و دامنکوهای سبزش منطقه مساعد به چارواداری است، ولی در این موضع چارواپروری کم به نظر می رسد. ساکنان می گویند واروخ با هزاران هکتار چراگاه و زمین های کیشت منتظر تعیین و علامت گذاری اند. این روند کار چارواداران را معلق گذاشته است. خصوصا همین 8-10 سال آخر با و امروز با تاثیر پسیخولوژی تخت و تازی قرغزها در اطراف دهه واروخ ضبطکاری های آنها به چارواداری مردم و به پسیخولوژی مردم واروخ تاثیر منفی رسانده ایستاده است. مثلا مردم چاروا میچران در اطراف یک جایه بود، یگان کس یعنی چاروا چرانی میکرد، چاروا داشت، چاروا خود به خود از روی یک قریب 70% نباشدن 50% کم شد واروخنده، چونکه شرایطی چراندن این چاروا گم شد. دیگرش تاثیر پسیخولوژی خواهد نخواهد مردم بعضا ما عمیق وای میکنیم ما وطن دوست هستیم ما چی هستیم، لیکن بعضی شخصای پیدا شدن که گویا اخم نشینی کرده، یعنی از قرغزها وای گفته خداشون چید گرفته به دیگر جاها خیلی پرنه یک موقتا کوچ بستگی هم هستند.
حدود جماعت دهات واروخ از 3 قسمت عبارت است و 20 گذر و محله تاریخی دارد. ولی دهها دره و دامنه کوه و رودبار را فرا میگیرد. سلسله کوهش تا کوهستان مسجا و قراتگین میرسد. زیارتگاه خواجه شبرغان و چهارسنگ بابا تاریخ 1000 ساله دارد. نگهبانانش میگویند تا زمان بیماری همگیر زیارت کنندگان بیشمار بودند. ولی با کاهش این بیماری نیز امسال اینجا سیاحت کنندگان به چشم نمیخورند. با وجود مشکلات دیرینه‌اش نام واروخ در آخرهای ماه مارس سال 2021 به شدت رسانه‌ای شد. ده‌ها نفر از گوشه و کنار تاجیکستان اینجا می آمدند و زیر نام واروخ عکس می گرفتند و شعارهای وطنخواهی می زدند. سبب در آن بود که سرور هیئت مذاکره کننده در مسئله مرز و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچیبک تاشیف روز 26 مارس درباره واروخ اظهارات داد. Tacikistonda negizgi masalalardan biri bu anklav Varuh bo'lib o'tadi. مسئله اساسی واروخ است. ما بر اساس قانون سرحدهای واروخ را اندازه میگیریم تا بزرگتر نشود. ولی از طریق قلمرو خود به آنها فقط برای استفاده یک راه میدیم تا گذشته توانند. پیشنهاد دوم سخت‌تر است. ما آماده عوض کردن واروخ هستیم. اگر آنها این قلمرو با مساحت 12000 هکتار را به ما دهند، ما آماده ایم 12000 هکتار از دیگر ناحیه‌های ولایت بادکن را به آنها دهیم. ما حتی فهرست این قطعه ها را به آنها دادیم ولی طرف تاجیکستان حالا به ما جواب نداده است. Faydalanıp üçün gana işte bu kirip çıkış üçün yol veririz. ولی پس از این روز 9 اپریل امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به واروخ رفت و پرچم 55 متری تاجیکستان را در مرکز جماعت برافراخت. همزمان به این اظهارات جانب قرقیزستان واکنش کرد. با معلومات مردمی تاجیکستان و مخصوصاً ساکنان شهر اسفاران و دهات واروخ میرسانم که حکومت تاجیکستان هنوز از سال 2002 گفت و شنیدها را با جانب قرقیزستان آغاز کرده. تا امروز بیش از 100 ملاقات در بین هیئت‌های کمیسیای بین حکومتی آید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحد دولتی صورت گرفته است. یک نکته مهم دیگر را نیز تاکید می‌سازم که در تمام مدت گفت و شنیدها یعنی طی 19 سال مسئله عوض کردن واروخ با یگان حدود دیگر وجود نداشت و وجود داشته هم نمیتواند. اینا برای آن گفته ایستادم که در رسانه‌ها هر گونه خبرهای برآمده است. این کارا را این مسئله فقط با واسطه و حل نمیشه. آن چیزی که کمیسیون بین حکومتی هر دو جانب کار کرده است پای 19 سال خیلی زحمت کشیدند. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز دارند ولی 504 کیلومتر آن سال هاست که تعیین و علامت گذاری نشده است و سبب مناقشه ها می شود. مردم واروخ میگویند آرزو دارند مشکل مرز هرچه زودتر حل شود. آنها میگویند به درازا کشاندن حل مشکل میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. در حالتی با انقلاب دچار شده واروخ این یک برای واروخی نشانه نیکی نیست. برای که اینجا ولی گفتم هدف هست. برای بایها خلقی واروخ لازم هم نیست. برای وقتی با قرقیز البته هیچ وقت نمیگذرد و گذاشتن واروخی به دو تا راه میشد. یا کوچ بسته گریختن، دویم در حالت انقلاب شدن وایها تعذیق میبرند. چی میگود KPP میگود چی میگود میمونن. هر یک شهروندی واروخ خصوصا زنهای خیلی وایها تفتیش کردن میخواهند، یک تحقیر میکنن
گذراندمون وای میکنن بسیار یک علامتی چی لیکن من میدونم امیدم کامل مردمی وارخ بزرگایی که در اطراف وارخ امروز یک چشم زیارت کردید هیچ وقت راه نمیدین که این مردم به منفیت به مقصد ناپاکش رسد. البته اینا هیچ وقت هم راهبریت تاجیکستان هم من این خلق تاجیکستان نمیگذارد که همین چیز شود. این واقعه هایی که امروز در وادی فرغانه از جمله در چارکو، وارخ، سرخ سر میزنند یا در سوخ وادی فرغانه اینو محصول فطری مردم بومی نیستند. میتونم که البته هرچند که خب سرچشمه‌های تاریخی خریدهای سیاسی داشتن امروز منظور شدن ولی امروز زمان تخصص می‌کنه با در سطح دیپلماتیک چون که خونه‌های مثلا در اینجا علاقه ساخته شدن که در کنار همدیگه هستن و جنگ هیچ وقت راه حلی مثلا نیست. و نکته دیگر این است که باید در برابر این مثلا ما که با نظر داشت اعتراف حقیقت تاریخ ما مثلا تحمل پذیری داریم و جانب تاجیکستان مثلا برای گفتگو حاضر است. من گمان می‌کنم که باید جانب قرقیزستان هم در همین سطح تشکلی دیپلمات سیاسی با این مسئله مرزی تو گورانده دارم واروخی وارو صدای در گلو درمانده دارم واروخی واروخ قسمت دادی نابستانده دارم واروخ ای واروخ دل در مرزی تو گورانده دارم ای واروخ ای واروخ صدای در گلو درمانده دارم واروخ